توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشان اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست. شما از سخنان اینا بسیار احتیاط. همین برادران عزیز و گرامی، در هر یک رسانه ها اهمیت بتید. همون رسانه هایی که مثل نمون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشان اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست. شما از سخنان اینا بسیار احتیاط. برادرای عزیز، من همین را باور کنید، به خاطر آن میگم که شما را صحبت های همین آدم ها گمراه نکنید، یا شما را مقصد از آن علم و دانشی که الحمدلله امروز علمای تاجیکستان دارند، شما را وادار نکنند که گویا که اینها نمیفهمند یا اینا بی‌سواد. جواب میگن دعا کنیم پروردگارا. نماز جنازه شاعر سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان امامتی کرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیره. خدا هم با همه پیغمبران سحرپردازش، خدا هم با همه پیغمبران سحرپردازش نکرد اعجاز لیلین را. خدا هم با همه پیغمبران سحرپردازش نکرد اعجاز لیلین را. برمی سبز است توفهی درویش، چی کند زینوا همین درویش. تشکر زنده. وقتی مثل ابو عبیدالله متوکل یا مثل شیخ عبدالقدوس دهقان که علم دارند، به علم نیستند، علم دارند، فهمیش دارند، درک دارند، لیکن راست ها گوید تهمت بر صاحبای مذهب میزنند، تهمت میکنند. رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب است، این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت هایی که دارد باز هم این خدمت هاش زیادتر بگرداند. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن به زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان را نمیدونن چیکار. در کلمه در جمله رانیهاش کلمه انشاءالله را، جمله انشاءالله را استفاده میبرد. انشاءالله، انشاءالله. و زیرا میداند که انشاءالله وقتی که گفت هر یک چیزی که میخواهد او البته میشود برپا میشود. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن و فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست.